با من رو راست باش. روتین صبحگاهی داری یا نه؟ شاید باورش برات سخت باشه، ولی فقط 5% آدم‌ها روتین دارن و از این 5% زیر 1% به این روتینی که دارن عمل میکنن. امروز میخوام یه روتین صبحگاهی قوی بهت یاد بدم، ولی باید اول صبح چه ساعت اول اجراش کنی. این روتین از 4 بخش تشکیل میشه: 1 بیدار شدن، 2 نرمش، 3 صبحانه و 4 گرم کردن ذهن. اما چجوری انجامش بدی؟ قسمت اول، بیدار شدن. تو بین 5 تا 10 دقیقه زمان داری که از حالت افقی به حالت عمودی در بیاری. یعنی پاشی بشینی تا این سیستم عامل ذهنت یواش یواش بالا بیاد. میتونی تو این تایم مدیتیشن هم کنی، ولی قبلش بهتره که دست و صورتتو بشویی. بخش دوم، نرمش کردن. برای اینکه خوابت کاملا بپره بهتره چند تا حرکت کششی انجام بدی که این کار هم بین 5 تا 10 دقیقه زمان میبره. بخش سوم، صبحانه. حالا دیگه وقتشه انرژی مورد نیاز برای شروع رو ذخیره کنی. بین 20 تا 30 دقیقه میتونی برای صبحونه وقت بذاری. اگه چیز دانش آموزی هستی که توی اون صورت میل زیادی به خوردن صبحونه نداری، میتونی صبحونه رو بذاری برای اولین تایم استراحتت. رسیدیم به بخش 4، یعنی گرم کردن ذهن. میبینی اول مطالعه ذهنت یه ذره گیج میزنه؟ این همش به خاطر اینه که هنوز موتور ذهنت روشن نشده. با گرم کردن ذهن که اسمش اثر بالارد هستش، اول باید موتور ذهنت رو روشن کنی. انجام این بخشم بین 10 تا 15 دقیقه زمان نیاز داره. الان دیگه ذهن تو برای یه مطالعه با کیفیت آماده است. پس وقتشه که بریم سراغ افزایش کیفیت مطالعه. توی پست بعدی بهت یاد میدم که اون باکس‌های مطالعه 2 ساعتت رو چجوری تقسیم بندی کنیم تا از این طریق کیفیت مطالعات رو افزایش بدیم. حالا که تا اینجای پست اومدی، توی کامنت‌ها بهم بگو آیا روتین صبحگاهی داشتی یا نه؟ و اگه داشتی چه نوع روتینی بود؟